سلام دوستای عزیز، در این ویدیو میخوایم که در مورد سوالات و نظریات خریداران بحث کنیم، کم روشنی بندازیم. خب میایم، البته در سایت والبرس میایم، براوزر رو باز میکنیم. باز کردیم. خب زمانی که براوزر رو باز کردیم معمولا مستقیما این صفحه بر ما نمایش داده میشه. این صفحه که نمایش داده شد، دو راه هست که ما بدانیم مثلا آپشن اودز و بروز ببینیم. یکی خاص طریقی که همین مستقیما در صفحه ما میآید، صفحه اول در قسمت آخر هم نیک تقریبا آخره. و دومی که از آپشن تاور هم میتونیم میره ببینیم. مثلا آپشن تاورش که کلیک نه، مثلا مستقیما این کرسر بیاریم روی آپشن تاور، این سب آپشن اودز و بروز اینجا نمایش داده میشه. همچنین یک طریقه دوم گفتم از اینجا میاد. خب هر دو طریقه رو حالا مثلا امتحان میکنیم. خب میایم این صفحه که باز شد ببندیم، اضافه است. در قسمت پایین میایم اینجا odds of volatility، یعنی نظریاتی اونایی که استفاده میکنن مثلا خریداران. این هم سوالات خریداران. میایم واسه و پروس روش کلیک میکنیم، همش باز شد. این چند تا مسائلی که هست اینجا باید توضیح داشته. مثلا اینجا که آمدیم از اینجا باز کردیم، مثلا یکی از که باز شد مستقیما هم سوالات آپشنش هست، اینجا هم نظریات هست. همین شده روی اودز این نظریات هم هست، روی واپروس این هم سوالاتش میاد. خب بریم فعلا در مورد اودز بحث میکنیم. پوینتر اودز دو مورد دیگه هستش. این مثلا نیاب رابوتانی که هستش، اینا اونایی که مثلا عکس هم گذاشتن، مثلا ستاره دادن، همه چیا دادن. و دومی این که مثلا روی اونایی که تنها ستاره گذاشتن. مورد سومی هست که مثلا این تاریخش هست، این خود شکل تاور هم محصول ما هستش. و این سومی هم ستاره، اونایی جایی که ستاره داده شده میتونیم میاره مثلا بر اساس اونایی که یک ستاره دادن از اونجا شروع کنیم، اونایی که مثلا زیاد ستاره دادن روش این وکتور جهت‌دار با بالاست. اگر روش کلیک کنیم اونایی که مثلا از کم ستاره نظر دادن از اونجا شروع میشه. خب میایم خب روی اودز این مسائلی که مثلا کاربران نوشتن در موردش عکس گذاشتن، هر مورد دیگه که حالا یک روش دیگه هم مثلا یک کسی خریدار فروشنده نیاز به یک تاور داره که میخواد در مورد این تاور همه نظریات کاربران ببینه. روی این آرتیکل والبرس کلیک میکنیم، کپی کردیم، میایم در اینجا پیستش میکنیم. وقتی پیست کردیم ببینین وقتی پیست کردیم ببینین همون کالایی که ما مثلا محصول مورد نظر ما، همه اطلاعات نظریات خریدار در موردش اینجا به نمایش گذاشتم. حالا یکی از اودزوا رو پاسخ بدیم. مثلا به طور نمونه میایم روی این کلیک میکنیم، درست مستقیما این جدول باز میشه، بالاش نشسته است مثلا نتویت یعنی پاسخ. روش کلیک میکنیم، اینجا قبلا آماده دارم پاسخ آماده، پیست میکنم اینجا، مثلا پیست میکنم اد پرایوت. با همین سادگی پاسخ داده شد، اونم میره در جمع پاسخ دادگی. تمام. در مورد واپروس، در مورد سوالات کاربرا میگن این شکل چنین چیزی است. میایید اینجا روش کلیک میکنم، مستقیما پاسخ میدین. همین. تشکر زیاد از توجهتان. اگر سوال شما داشتین میتونین در قسمت کامنت ها بنویسین. هر سوال فوری پاسخ داده میشه. همین. تشکر زیاد.